سوره محمد آیت 9 چی میگه؟ ذالک بانهم، چرا اینا کافر شدن؟ به خاطر میگه ذالک، این کفر از اینا به خاطر چی بود؟ بانهم کرهوا ما انزل الله، که اینا بد میدیدن آنچه را که الله نازل کرده. اینا کسی که میگه والله ما نمیخوایم که اینجا حکومت اسلامی باشه، ما نمیخوایم که حکم قرآن تطبیق شود، ما نمیخوایم که سنت تطبیق شود، ما نمیخوایم که تو سنت های پیغمبر را تطبیق بکنی، تو آمدی اینجا تو وهابی از صحیح بخاری گپ میزنی. این حال وقتی که تو سنت پیغمبر را تطبیق میکنی او مخالفت با سنت میکنن، تو آیات قرآن را تطبیق میکنی مخالفت با آیات قرآن میکنن. تو میگی حلقه درس صحیح بخاری باشه و میگه نه نباشه، تو میگی مدرسه حفظ قرآن در این مسجد ساخته شه، میگه نه ساخته نشه. پس اینجا چی شد؟ با مخالفت با چیز. پس کسی که بغض و کینه به قرآن و سنت میکنه، قرآن خوشش نمیاد، سنت پیغمبر خوشش نمیاد، سر ریش رشخند میزنه، سر حجاب رشخند میزنه، بسیار خطرناک است، بسیار خطرناک است. متاسفانه الله سبحانه و تعالی ما شما را حفظ بکنه. درس عقیده خیلی خوب است که تو زبانت حفظ میکنی، ادب حفظ میکنی. والله صاحب میگه یک کسی میگه یک مدرسه حفظ قرآن جور میشه، بسیار خوب است برادر. من واسم نمیرسه که یک صدر پا بتم، من مخالفت ندارم، به سر چشم جور کنم. والله یک دوره حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله است، اهلا و سهلا دورهش جور بکنیم. این که من خودم شخصا آمدن نمیتونم، الله برام توفیق بده، اما من مخالفت نمیکنم. والله فلان نفر سنت های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 1000 سنت در یک روز تطبیق میکنه، خداوند برش اجر بده، من هم کوشش میکنم که تطبیق بکنم. فلانی به این عقیده هست که اینی سنت رسول الله صلی الله علیه و در حدیث صحیح است، من تطبیق میکنم. والله ما به امر ازی بدبینی با سنت پیغمبر صلی الله علیه و ندارم، من تسلیم هستم، آمنا و سلمنا. پس بسیاری وقتا اینی کسایی که یصدون عن سبیل الله، که در مقابل راه خداوند مانعی واقع میشن، این بسیار خطرناک است. ما امیدوار به این هستم شما جوانای هوشیار و مسلمان هستین، نصیحت من برای شما اینمی هست که هیچ وقت تعصب نکنید. وقتی که آیات قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و در میان آمد تسلیم شو. ای که من تطبیق نمیکنم this is my problem، مشکل من هست، من خداوند هدایت کنه. اما در مقابل آیت قرآن، در مقابل قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و هیچ وقت استاد نشید، مخالفت نکنید.